میدونی چرا با بیزینس دیگه حال نمی کنی و دیگه نمیتونی بفروشی و رقیبا لهت کردن اینجوری؟ چون داری تک منظوره جلو میری و با فروش ترکیبی هنوز آشنا نشدی. شیرینی فروش های قدیمی رو یادتونه؟ الان شدن کافه قنادی، الان فقط شیرینی نمیفروشن، الان کافه دارن، یه جای قشنگ درست کردن، کافه، اسپرسو و قهوه محصولات دوم دارن میفروشن و همینجور لوازم قنادی و تم تولدم اضافه کردن. یک منظوره تو شغلاتون کار نکنید، به خدا شکست میخورید. بقالی و سوپرمارکتی های خودمون یادتونه؟ الان دیگه سوپرمارکت معمولی نیستن، الان شدن هایپرمارکت. هایپرمارکت ها الان لوازم تحریر واسه کودکا دارن، میوه بسته‌بندی واسه خانوارها و دکوری و اکسسوری هم توی فروش ترکیبیشون دارن که موفق شدن. مرغ فروشا و گوشت فروشا اسمشون شده پروتئینی، با کلاس شدن، سوسیس کالباس آوردن، نون باگت آوردن، تمام سس ها رو آوردن، نوشیدنی ها، انرژیزاها همه رو دارن. اینجوری ترکیب بندی کردن که مرغ فروشیشون جمع نشه و حتی ارتقا هم بگیره. این پست رو بفرست واسه همه دوستات اگه با فروش ترکیبی تا الان آشنا نشده.